بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله امیدوارم که صحت و سلامت باشید. خوش آمدید به درس هفتم ما از تحفت-ul-اتفال. در درس امروزه ما قسمت نوی نظم رو نمیگذاریم، بلکه قسمت قبلی رو به انتها میرسونیم. در درس ششم شما از تعریف متماثلین، متجانسین، متقاربین آگاه شدید و تنها ما از احکام همین سه تای کبیر گذشتیم، یعنی از حکم متماثلین کبیر، متجانسین کبیر و متقاربین کبیر گذشته بودیم. مختصر بود، آسان‌تر بود. و در این درس انشالله ما تنها از احکام صغیر میگذاریم، متماثلین صغیر، متجانسین صغیر و متقاربین صغیر. و چون که تنها درس 3 صحیفه بود، من در آخرش 2 صحیفه دیگر را اضافه کردم که اول نمیخواستم که اینها رو به شما درس دهم، از سببی که اونقدر ثمره ندارد، نتیجه ندارد از جهتی عملی. اما بعد دیدم که خیلی کم هست، اضافه کردم. اگر وقتمون شد انشاءالله میگذاریم، اگر وقت نشد در وقت خود میتوانید 2 صحیفه آخران رو بخونید، از سببی که چطور که گفتم از جهت عملی یگان ثمره، یگان نتیجه ندارد. پس انشاءالله کسانی که ثبت رو گوش میکنند، ما اول از این سوال ها آغاز میکنیم و پس از اون که شاگردان جواب های خود را دادند به جواب ها نظر میکنیم. خب اکنون نظر میکنیم به جواب ها. سوال یکم چنین بود که متماثلین چگونه تعریف میشود؟ متماثلین حرفهای یکسان در نام، شکل، مخرج و صفت ها می باشند. این را مثلین هم گفته می شود. دوم، فرق بین شکل صغیر و کبیر چیست؟ صغیر آن را گفته می شود وقتی که حرف اول ساکنه باشد و دوم متحرکه. کبیر وقتی که هر دویش متحرکه باشند. سوم سوال این است که اگر 2 حرف در مخرج یکسان باشند اما صفت ها مختلف باشند، آنها را چی می نامند؟ آنها را متجانسین می نامند. چهارم سوال این است که متقاربین چگونه تعریف می شود؟ متقاربین 2 حرفی می باشد که مخرجشان نزدیک و صفتهایشان گوناگون هست. این گونه می تواند که باید بگیرید که متقارب یعنی قریب، مخرج قریب دارند. پنجم سوال این است که حکم متجانسین کبیر و متقاربین کبیر چیست؟ حکم هر دویشان اظهار است. سوال ششم این است که از حکم مثلین کبیر کدام کلمه ها استثنا می شوند و حکم آنها چیست؟ در اینجا من خیلی مختصر کرده نوشتگی هستم، اما البته بین هر دوی این کلمه ها باید فرق کنیم. یعنی از جهتی احکامش تأمن 2 شکل دارد، مکنی 1 شکل دارد، اما کلمه های تأمن و مکنی استثنا می شوند. حکم آنها ادغام و اشمام یا اظهار برام هست، یعنی که هدفم این کلمه یکم هست مخصوص تر. خب سوال هفتم، این مورد اضرب بعصاک الحجر مثال کدام حکم هست؟ متماثلین صغیر، مثلین صغیر با بای دیگر روبرو می شود. هشتم، این مورد خلقکم مثال کدام حکم هست؟ متقاربین صغیر، متقاربین کبیر، نه اینکه صغیر. خب من حالا متوجه شدم. قاف متحرک هست، کاف متحرک هست. خب این را اصلاح کنید در نسخه خود یا در دفتر خود. نهم، این مورد یلحث ذالک مثال کدام حکم هست؟ ثا و ذال متجانسین صغیر، ثا ساکنه هست، ذال متحرکه. و این مورد قال ربی مثال کدام حکم هست؟ متقاربین کبیر، لام با را روبرو شده است، هر دویش متحرک هست. والله اعلم. خب اکنون انشالله برمیگردیم به احکامی همین 3 بخشی که گذاشته بودیم در درس قبلی، یعنی چی نتیجه میرسونند. ما تنها از شکل‌های آنها، با شکل‌های آنها آشنا شده بودیم، با تعریف‌های آنها آشنا شده بودیم و تنها احکام کبیر را گذاشته بودیم. اکنون احکام صغیر را میگذاریم و در آخر وقت شد من به شما مطلق را هم میفهمونم و متباعدین را هم میفهمونم، گرچند دیگه چطوری که گفتم اونقدر نتیجه عملی ندارند. اما حکم مثلین یا اینکه متماثلین صغیر چی می باشد؟ ادغام می باشد. خب به مانند این کلمه ها یدرککم اذهب بکتابی ادغام میکنیم.
یوجهه اضرب بعصاک، یعنی که از یکم حرف میگذاریم به دوم حرف پیوست میشویم، یا اینکه یکم حرفش که ساکن هست به دومش مدغم میشود. خب بجز یک مورد که در مالیه هلکه می آید در این آیت، اگر با وجه وقف، اگر وقف کنیم در مابین این دو کلمه، یا اینکه وصلی با سکت، یعنی با سکت خوانده شود، اگر این دو طرز اختیار کرده شود برای قرائت، باید که بین آنها ادغام نکنیم، یعنی که این ها با این ها که یک حرف هستند باید مدغم نشود، ادغام نشود، چون که سکته بر های مالیه سکته جایز است نه اینکه واجب. پس و این چنین شما میدانید یک قاعده خرد را که سکته و سکت چی میکند؟ مانعه هست برای ادغام شدن. این مورد را ما میتوانیم که با سه طرز بخوانیم. یکمش این است الوقف مع التنفس، یعنی که وقف با نفسگیری بعد از کلمه مالیه، سپس ادامه میدهیم. یعنی که اختیار یکم، یا اینکه گوییم که طرز یکم این است که ما پس از همین کلمه وقف کنیم و نفس بگیریم و ادامه دهیم. اما این از همه طریقه مشهور و معروف نیست و از همه گوییم که طریقه معتاد نیست، یعنی که طریقه که عادی هست و عموما اختیار کرده می شود این نیست، بلکه دویمش طریقه معتاد هست، طریقه که اکثر قراء قرائت می کنند. الوصل مع السکت، یعنی که وصل کردن اما با سکت، با سکته، که سکت با مقدار دو حرکت بر کلمه یا پس از کلمه مالیه صورت می گیرد به نفس گیری، یعنی به نفسی نو، یعنی اینقدر باید وقف کرده نشود که انسان یک نفسی نو گرفته تواند در همون هنگام، در همون وقت، در همون فاصله، بلکه یک گویم که فاصله خیلی کوتاه هست به مقدار دو حرکت که در آن وقت آنقدر نفسی نو هم گرفته نمی شود، بلکه صدا انقطاع می شود، یعنی که صدا شکسته می شود، قطع می شود، اما نفس دوباره گرفته نمی شود و پس از آن خواندن ادامه می یابد. پس این از همه طرز معروف و عادی هست. مالیه هلکه ادامه می دهیم، تنها سکت می کنیم. و اگر طریقه یا طرز الوصل مع الادغام اگر انتخاب کرده شود، پس در این مورد یا اینکه با این طرز، با خواندن، با اختیار کردن این طرز بعد چی می شود؟ ادغام کرده می شود. خب گرچه که در اینجا ما گفتیم که ادغام هست، حکمش، حکم اساسیش ادغام هست، اما این کلمه استثناء کرده می شود، جدا کرده می شود. اما اگر انسان این را با وصل قرائت کند، باید حکم ادغام رو در اینجا تطبیق کند. وصل با ادغام های مالیه در های هلکه که حکم ادغام مصلین یا متماثلین صغیر تطبیق می شود، یعنی که بر می گردد به حکم اساسی. خلاصه این است که حکم مثلین ادغام هست. میگذاریم به حکم متقاربین صغیر، یعنی که حرفایی که قریب باشند در مخرج، خب اما در صفت ها گوناگون باشند. پس حکم متقاربین صغیر، و باید داشته باشید که صغیر چی معنا دارد. صغیر یعنی که حرف یکم ساکن هست، حرف دوم متحرکه. پس مثال ها رو نظر کنید. قد سمع اذ جاءوکم کذبت ثمود. کذبت یعنی که همس رو هم باید در اینجا تطبیق کنیم، ظاهر کنیم و بعد ادامه دهیم. در تمام این مثال ها ما دو حرفی رو داریم که روبرو می شوند، یکمش ساکنه هست، دویمش متحرکه که قریب هستند در مخرج، در صفت ها گوناگون هستند، بجز بعض موردهای مخصوص که حکم آنها ادغام هست. از جمله اینها 4 مورد یا 4 حالت ها رو پیش کرده می شود. حالت یکم وقتی که لام با را باشد، با لام با را با حرف را روبرو شود، مثل بل ربکم، قر ربی. خب یعنی که در این دو مثال ها باید که حکم ادغام تطبیق شود. ما نمیگویم بل ربکم، بلکه بر ربکم ادغام میکنیم، اظهار نمیکنیم. قر ربی در اینجا هم باید ادغام کرده شود. خب پس این چی هست؟ یک شکلی یا یک حالتی استثنایی هست که چی میشه؟ جدا کرده میشود. اما از همین حالت جدا یک کلمه دوباره چی میشود؟ استثناء میشود
که در اینجا ما باید یک حکم دیگر رو پیروی کنیم به استثنای بل رانه که دوباره این برمیگردد به حکم اظهار. یعنی که حکم متقاربین صغیر اساسا اظهار هست، به غیر از حالتی که لام با را روبرو شود که در این حالت چی می شود؟ ادغام می شود. اما از همین حالت هم یک حالت استثنا می شود که دوباره برمیگردد به حکم اساسی. خب پس در اینجا بل رانه، در اینجا باید ما ادغام نکنیم بلکه اظهار کنیم. بل رانه میگوییم، بر رانه نمیگوییم، که در این حالت سکت وجود دارد چنانی که پیشتر در حکم لام فعل گفته بودیم. باز هم در اینجا چی می شود؟ سکته مانع می شود، پیش می گیرد حکم ادغام شدن را پیشگیری می کند و ادغام نمی شود بلکه اظهار به وجود می آید، یا اینکه باید با اظهار این حکم تطبیق کرده شود. حالت دوم یا شکل دوم این است وقتی که حرف قاف با کاف روبرو می شود. مثلا در آیت الم نخلقکم، در اینجا چی می شود؟ ادغام باید کرده شود که با دو وجه خوانده می شود. ادغام کامل، خوب باید داشته باشید، ادغام کامل یا اینکه ادغام ناقص. ادغام کامل به خواندن نخلقکم چی می شود؟ پره باید که ادغام کنیم، یعنی که قاف، یعنی که حرف یکمی که زیر سؤال هست به حرف دوم باید که مدغم شود، ادغام شود، در آورده شود و گم می شود در حرف دوم. پس وقتی که ما این رو تلفظ میکنیم نمیگوییم الم نخلق، نمیگوییم نخلق کم، نمیگوییم، بلکه لام رو به کاف پیوست میکنیم و قاف در درون کاف گم می شود و ما این رو همچون این شکل تلفظ میکنیم که من در اینجا نوشتم برای واضح شدن. نخلقکم، نخلقکم، کاف، یعنی که با کاف تلفظ میکنیم. این وجه یکم هست یا طرزی یکم هست که این رو ادغامی کامل گفته می شود و این از همه وجه معروف و مستحکم هست. و طرز دویمش ادغامی ناقص هست که ما چگونه این رو میخونیم؟ یعنی که باز هم ادغام میکنیم اما ادغامی پره نیست، بلکه صفتی حرف یکم باقی میماند که در آن قاف در کاف ادغام می شود و قاف با تشدید خونده می شود و کاف بخشش این باید کاف باشد، کاف باید که با تشدید خونده شود اما صفت های استعلا در قاف باقی میماند. یعنی که این رو چگونه تلفظ میکنیم؟ نخلقکم، لق، وقتی که میگویم لق که میگویم باید که صفتی استعلا پس از لام بیاید و بعد ما وقتی که کم میگویم باید که با کاف تلفظ کنیم. نخلقکم، نخلقکم. کمی زبان و بالا می رود پس از لام، پس از تلفظ کردن لام، تا اینکه ما صفتی استعلای قاف رو تلفظ کنیم و بعد میگذاریم به حرفی کاف. این رو گفته می شود ادغامی ناقص، ادغامی ناقص که مثال های این در بخش های بعدی هم می آید. اما از همه البته طرز آسان از هر دوی اینها طرز ادغامی کامل هست، یعنی که پس گویم که به حکم دوم برمیگردد نه اینکه به حکم اساسی. و شکل سوم که استثنا می شود از حکم اساسی اظهار و برمیگردد به ادغام یا اینکه به ادغام، در اینجا ادغام تطبیق می شود، این وقتی ادغامی نون ساکنه می باشد در حرفای یا، واو، را و لام، مثل من یعمل. در اینجا چی می شود؟ نون در درون یا ادغام می شود، ادغامی کامل. من یعمل با غنه، موال من ربهم من لدنه. در تمام این مثال ها چی شد؟ ادغام صورت گرفت نه اینکه اظهار، گرچندی که در اینجا متقاربین صغیر یعنی معلوم می شود، اما به جای اون که حکم اساسی اظهار رو پیروی کنند اینها حکم ادغام رو پیروی می کنند. و شکل چهارم این ادغامی لام تعریف هست، لام ال در حرفهای شمسی به جز لام شمسی که عبارتند از تمام این حرف ها و تمام این مثال ها رو من برای شما پیش کردم، اما از سببی که این بخش خیلی آسان هست ضرورت نداریم که تمام این مثال ها رو من برای شما بگویم. اما لام تعریف رو میدانید که گرچند که در اینجا حرف های متقاربین هست و حرف یکم یعنی که لام ساکنه هست و حرفی بعدی متحرکه هست، اما به جای اون که اظهار شود ادغام می شود و اظهار
در لمی قمری چی می شود؟ تطبیق می شود، اما در لمی شمسی ادغام می شود. خب پس اکنون ادامه می دهیم با حکم متجانسین صغیر. و مانند این کلمه یا این عباره، این قسمت آیت فاصفح عنهم، در اینجا ح با عین روبرو می شود، یکمش ساکنه است، دویمش متحرک و در اینجا حکم اظهار تطبیق می شود. یکمش ادغام بود، دویمش اظهار بود، اما بعضی احکام ادغامی هم دارد و آخرانش یعنی متجانسین حکم اظهار دارد. یعنی اکثری این احکام اگر اهمیت داده باشد حکمشون اظهار می باشد، اما ما تحت صغیر یا اینکه قسمتی یا بخشی صغیر خیلی زیاد احکامی چی هست؟ استثنایی هست که حکم ادغام رو می گیرند. به هر حال میگوید بجز بعض موردهای مخصوص که حکمشون ادغام هست، از جمله وقتی که دال با تا روبرو می شود، مثلی قد تبین. ببینید در اینجا ما داریم دال ساکنه، بعد از این می آید تا، پس این رو چی میکنیم؟ ادغام میکنیم. بجای قد تبین ما میگویم قد تبین، حتی قلقله دال هم از بین میرود. قد تبین نمیگویم قد تبین، فورا قاف به تا پیوست میشود، دال در درون تا گم میشود. حصادتم نمیگویم بلکه حصادتم میگویم. تواعدتم نمیگویم تواعدتم. همین خیل قیاس کنید، همین خیل بفهمید تمام مثال های بعدی رو. تا با دال در اینجا اثقالت دعو الله، تا و دال. اثقالت بجای که ت بگویم اثقالت دعو الله میگویم. اجیبت بجای که صدای تا رو شنیده شود، اجیبت دعوتکما، این گونه باید ادغام کرده شود. در موردی یا شکل سوم چی هست؟ تا با تا. در اینجا ما داریم تا ساکنه، در اینجا هم داریم تا ساکنه و پس از این تاهای ساکنه تا می آید، تای متحرکه. فآمنت طائفه، فآمنت تا نمیگویم، همت تا نمیگویم، بلکه باید که حرفی پیش از تا به تا پیوست شود، تا در درون تا گم شود، خب یا اینکه ادغام شود. ذا البضاع اذ ظلمتم، اذ ظلمتم نمیگویم بلکه اذ ظلمتم میگویم، فورا یعنی که با ظا پیوست میکنیم همزه را. و هیچ مورد دیگری در قرآن نیست برای این مثال، برای این شکل. پنجم شکل این ثا با ذال هست، یلحث ذالک، یلحث نمیگویم بلکه یلحث ذالک. و هیچ مورد دیگر در قرآن وجود ندارد. یعنی که در این 5 بخشی که به شما پیش کرده شد، در این 5 مورد دارای 2 حرف متجانس هستند که حکم آنها ادغام کامل بیغنه می باشد. خب این رو فراموش نکنید، ادغام کامل می شود. هیچ یعنی که حرفی ساکنه رو در این مورد ها شنیده نمی شود. و این مورد ششم و هفتم رو نظر کنید، با میم. مثلا با در اینجا ساکنه هست، میم پس از آن می آید که تنها در یک مورد است در قرآن حکم این چیست؟ ادغام کامل با غنه. عینی حکم قبلی هست اما با غنه هست، حالان که 5 شکل اول بی غنه بود. ارکم معنا، در اینجا چی کردیم؟ غنه رو تطبیق کردیم. و شکل هفتم تا با تا، وقتی که تای ساکنه پیش از تای متحرکه آید ادغام ناقص صورت می گیرد و این را علاقه ما گذاشتیم. ادغام ناقص در این مورد قبلی هم ادغام ناقص یعنی پیش آمده بود و در این هم ادغام ناقص پیش می آید که من این را بیشتر برای شما می فهمانم و این را برای این من با شما یک ویدیو روان کردم که امیدوارم که گوش کرده باشه. چندین قرآ تلفظ می کنند و در آخر خودی شیخ ایمن تلفظ می کند و خیلی روشن فهمیده می شود که چی رو تطبیق کرده ایستاده است. وقتی که تای ساکنه پیش از تای متحرکه آید ادغام ناقص، یعنی که گویم باز لفظی عامه اگر گویم ادغام نیمکوله، ادغام ناپره صورت می گیرد. یعنی که چگونه صفتی همان حرفی ساکنه باقی می ماند اما مخرجش گم می شود. این رو گفته می شود ادغام ناقص.
یعنی که نیم کوله هست، نیمش هست، یعنی که صفتش هست اما مخرجش گم می شود. که صفتهای تا، صفتهای حرف تا که استعلا و اطباق هست آنها باقی میمانند بغیر از قلقله، اما خودی مخرج گم می شود. در قرآن این موردها عبارتن از 4 کلمه ها که این برای هر این 4 کلمه ها من برای شما اون ویدیو را روان کرده بودم. فرط، در اینجا تا هست، تو فرط، تو نمیگویم این کلمه رو. خب گرچندی که اگر این حکم رو ندانید شاید که یک نوع آموز گمان کند که خب در اینجا فرا، خب من این رو میچسبونم فرا و تا ساکنه هست، فرطو قلقله میکنم با تا رو با اطباق و استعلا تلفظ میکنم، فرطو و تو میگویم، توی خالی، چون که تا حرفی مرقق هست. اما این نادرست هست برای اون که در اینجا حکمی چی تطبیق می شود؟ حکم ادغامی ناقصی بغنه، یعنی که حرفی ساکنه یکم، یعنی که در اینجا 2 حرفی که زیر سؤال هست با و تا هست، خب که متجانسین هستند. حرفی ساکنه باید در درون حرفی دوم گم شود اما صفتش باقی میماند، که بجای آن که شکل یکمی نادرست رو من برای شما علاقه قرائت کردم، گفتم که فرطو نمیگویم و شکل دومی نادرست این است فرطو. اگر من را رو پر خونم اما فوراً بعد چسبم یا اینکه پیوست شم به تای خالی، فرطو یعنی که من فوراً پس از را تا را آوردم و صفت تا را باقی نگذاشتم. اینم نادرست شد، بلکه من باید اولا زبانم میل شود به صفتی استعلا و اطباقی که برای تا باید تطبیق شود اما به مخرجش نرسم و بعداً تو رو تلفظ کنم که این می شود فرطو. خب و در تمام این دیگر کلمه ها هم همین حکم تطبیق می شود. در اینجا هم نمیگویم احطو نادرست، احطو نادرست، احطو درست. در اینجا لئن بسطت نمیگویم، بسطت نمیگویم، بسطت میگویم. خب اینم سیوم شد و چهارمش فرطتم نادرست، فرطتم نادرست، فرطتم درست، فرطتم. خب امیدوارم که شنیدید، اگر نشنیدید از همون ویدیو گوش کنید، البته شاید آنها بهتر تلفظ میکنند. زبانم به پر شدن میل می شود، به بالا می رود، مابین زبان قفای زبان بالا می رود تا اینکه به صفت های استعلا و اطباق تا میل گردد اما به مخرجش نمی رسد، چون که اگر به مخرجش رسد فوراً باید قلقله آورده شود. بسطت فرطتم لئن بسطت إلي بسطت فرطتم قال أحطت بما ومن قبل ما فرطتم لئن بسطت إلي يدك على ما فرطت فيه. خب اکنون این بود خلاصه درس امروزه. ببینید که کوتاه هست اما و آسان هم هست، احکام اساسیش آسان هست اما بعض این گونه خرد استثناءات دارد که شاید یعنی که نیاز دارد به حفظ شدن. پس شما اینها رو خوب تکرار کنید. همین 3 صحیفه اول یعنی جای اساسی درس هست و وقت خود رو به همین 3 صحیفه اول بدهید. اما کمی وقت داریم، من برای شما این 2 صحیفه آخران رو هم میخونم، پیش میکنم، سبب که نمیخواهم که شما در یگان مکتب دیگر، یگان کتاب دیگر این اصطلاحات رو بخونید و سرگم زنید که اینها چی معنا دارد. من اینها رو نخوندم و گمان کنید که یا در این غلط فهمی بیافتید که اینها احکامی مهم هستن حالا که مهم نیستن. در این صحیفه 8 شما احکامی مطلق رو من برای شما پیش میکنم که راستش اگر این رو هم ندانید درست تلفظ میکنید، اما تنها میخواهم بفهمید که مطلق چی معنا دارد و وقتی که در کتاب های تجویدی کلمه مطلق رو میبینید یعنی چی. و در این آخران صحیفه متباعدین رو هم یک پیش میکنم، گرچندی که
چی طوری که گفتم اگر اینها رو هم نخوانید باز هم شما همین خیل یعنی عادتا درست قرائت میکنید، چون که احکامی جدا نیست، احکامی خاص نیست، بلکه احکامی عمومی هست، اما خیلی با لفظهای تکنیکی یا اینکه کمی مشکل فهمونده می شود. به هر حال مطلق چی معنا دارد؟ علاوه بر دو نوع معروف که صغیر و کبیر بود، اگر باید داشته باشید که ناظم در نظم خود ذکر کرده است، یک نوع سوم نیز وجود دارد که ناظم آن را ذکر نکرده است که آن را مطلق می نامند. اگر باید داشته باشید وقتی که حرف یکم ساکنه، حرف دوم متحرکه، این رو چی گفته می شود؟ صغیر. حرف یکم و دوم متحرکه باشد کبیر. اما اگر حرف یکم متحرک باشد، حرف دوم ساکن باشد، این رو چی می نامند؟ این رو مطلق می نامند. پس مطلق آن است که حرف اول متحرک و حرف دوم ساکنه باشد. این نوع مطلق نامیده می شود زیرا آن به صغیر یا کبیر بستگی ندارد. حکم آن همیشه اظهار هست. عموما حکم اساسی که با همان حکم عموما یک قرائت کننده قرآن قرائت میکند چیست؟ این حکم اظهار هست. یعنی که عموما هر یک نفری که قرآن را قرائت میکند عموما همه کلمه ها رو با اظهار، یعنی با تلاوت روشن قرائت میکند، مگر تا آن وقتی که با یک حکم استثنایی روبرو شود به مانند اخفا یا ادغام. و حتی کسانی که تجوید را نمیدانند عموما با اظهار قرائت میکنند. پس از این سبب است که من با شما میگویم اگر شما این را هم نمیدانستید درست قرائت میکردید. خب پس بعضی مثال ها مثلا این را نظر کنید. تترا، دو حرف متماثلین هستند، یکمش متحرک دومش ساکنه. اظهار. شققنا، حکم اظهار در اینجا تطبیق می شود. متقاربین، احمل، همزه و ح. همزه و ح یکمش متحرک دومش ساکنه، متقارب هستند، حکم اظهار. یا با ضاد، یضلل. خب متجانسین در اینجا تا با طا. افتطمعون. یشکر، یا با شین. در اینجا چی می شود؟ تمام احکام اساسی همین بخش چی هست؟ اظهار هست. تنها می خواهم از این صحیفه چی رو بگیرید که مطلق چیست؟ یعنی که حرف یکم متحرک، حرف دوم ساکن. و آخران صحیفه این است متباعدین. تا حال ما حرفایی رو نظر کردیم که یا همسان هستن، یعنی که کاملا در هر یک چیز یک خل هستن، یک نمود هستن، همسان هستن. متماثلین یا مثلین گفتیم. متجانسین مخرجی همسان، مخرجی یک و صفتهای گوناگون. متقاربین نزدیک به مخرج. این گونه یعنی حرفایی که به هم دیگر نزدیک هستن یا مانند هستن، اینها رو گذاشتیم. اما در این صحیفه آخران متباعدین یعنی بعید، یعنی که دور. متقاربین قریب، متباعدین یعنی دور. و این تمام دیگر حرف ها هست. از این سبب است که من نمیخواستم این رو به شما این گونه یعنی صحیفه کرده پیش کنم، اما یعنی پیش کردم به هر حال. یعنی که متباعدین تمامی حرف هایی که تحت متماثلین، متجانسین، متقاربین داخل نمیشوند، آنها رو ما متباعدین میگوییم، چون که از همدیگر دور هستند. و اگر دو حرف از همدیگر دور باشند چگونه حکم هست؟ البته که باید حکمی اظهار به آنها داده شود. خب اما بعضی احکام استثنایی هست یا یک حکم استثنایی در اینجا وجود دارد. به هر حال تعریفش چیست؟ متباعدین دو حرفی می باشد که مخرجشون دور و صفتهایشون مختلف هست. و این رو هم ما می توانیم صغیر و کبیر و مطلق بگوییم. چطوری که در متماثلین هم صغیر و کبیر و مطلق، در متباعدین هم صغیر و کبیر و مطلق. در هر یعنی قسم صغیر و کبیر و مطلق داشتنش یعنی امکانیتش هست. صغیر حرفی اول ساکنه و دوم متحرک هست، حکم آن همیشه اظهار می باشد. مثلا در اینجا تعلمون نوشتگی هستم، در اینجا کلام کرده نوشتگی هستم. تعلمون همزه بولم، در اینجا یکمش ساکنه دومش متحرکه، این شد صغیر. و این هستن حرفهایی از هم دیگر خیلی دور. همزه و لام هیچ به هم دیگر نزدیکی ندارن، نه در صفت و نه در مخرج. پس حکمشون چیست؟ اظهار. به استثنای موردی نون ساکنه با قاف یا کف، یعنی که تنها یک مورد هست
در متباعدین که گرچندی که از همدیگر دور هستند، به جای اون که اظهار شود حکم اخفا در اینجا باید تطبیق کرده شود. که در این جمله دوم یا این بخش دوم من برای شما این مثال ها رو پیش کردم. ببینید نون و قاف از همدیگر دور هستند از صفت و از مخرج، یعنی در جهت صفت ها و مخرج هم، اما باز هم در اینجا گرچندی که صغیر هست اظهار کرده نمی شود، بلکه تنها وقتی که نون با قاف و کف روبرو می شوند تنها اینها مثال های متباعدینی هست که باید در اینجا حکم اخفا باید تطبیق کرده شود. من قبلو اظهار نمی کنیم. در این اول این یک مثال دوم هست برای همین حکم صغیری که اظهار کرده می شود. در کبیر هر دو حرف متحرک می باشند، حکم آن همیشه اظهار می باشد. در اینجا قریء قاف و را کبیر هست از سببی که هر دویشون متحرک هستند، کف و ها از همدیگر دور هستند. پس در اینجا اونقدر یعنی قاعده یا قانون برای پیش کردن وجود ندارد، همین خیلی عادی هست، یعنی اظهار باید کرده شود. و مطلق حرف یکم متحرک، حرف دوم ساکنه وقتی که باشد در اینجا هم حکم اظهار باید تطبیق کرده شود. حوث یلحث قوله. خب پس انشاءالله در همین جا درس ما به پایان میرسد. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.